سلام و درود خدمت دوستان و همراهان، خواهران و برادران عزیز و دوست داشتنی کشور جمهوری اسلامی ایران. برادران و خواهران عزیز، یه چیزی که میخواستم برای شما عرض بکنم این هست که بالخصوص برای خواهران و برادران عزیزمون، شما چرا از ما افغان‌ها عبرت نمیگیری؟ ما از شما دور هم نیستیم، دیوار به دیوار همسایه هستیم. آمریکا موقعی که اومد افغانستان را به حالت و بحران کشید که نیمی از ملت افغانستان مهاجر و کشته و در کشورهای همسایه مهاجر شدند. 1000 نوع جنایت انجام داد. خودم یادم هست، یعنی این چیزی که من الان دارم به شما میگم این یه وضعیتیه که من خودم به چشم خودم دیدم. یک روزی یک روستای تو یکی از ولایت که نمیخوام اسمشو ببرم کلن بمباران کرد و چندین نفر تو اون روستا کشته شدن که همشون کودک و نوجوان و پیر و پیرزن و پیرمرد، همشون یعنی مردم بیگناه بودن. بعد هیچکی نیامد جوابگو باشن و جواب اینا رو بدن. خلاصه خیلی از جنایاتی که انجام دادن، از جمله طلا، خیلی از چیزهای گران قیمت بردن. اولش که اومدن به ملت گفتن که ما کشورتون براتون میسازیم و دیگه حکومتی میاریم سر قدرت که حکومتی همه شمول باشه. شما یکی به من بگه که توی 20 سال تریلیون دلار اومد تو افغانستان و هزینه چی شد؟ هزینه جنگ شد. تو این 20 سال ما یک بیمارستان درست نساختیم. تو این 20 سال ما یک اتوبان درست نساختیم و نداریم. خلاصه آخرش هم که دیگه مجبور شدن و دیگه نتونستن که بجنگن و دیگه مقابله بکنن، چون هر سالشون چندین میلیارد دلار هزینه جنگ میشد. دیگه اومدن پا به فرار گذاشتن. خدا شاهده که حتی نصف شب رفتن پایگاهاشون رو تخلیه کرده بودن و صبح که مردم دیدن که اینا همه رفتن، یعنی اونایی که مثلا اردوی ملی بودن و پلیس ملی بودن، اونا مثلا دیدن که آقا اینا مثلا رفتن تخلیه کردن. خب چیزایی بودن که مثلا اینا برای ملت افغانستان آوردن، برای ملت افغانستان کار کردن. به خدا اون ماشینایی که حتی تو پایگاه بودن همه رو تخریب کردن، و بالگردایی که تو پایگاهشون بودن همشون رو تخریب کردن. یعنی اون دفتره که تو این 20 سال تمام جنگ خاورمیانه رو توش مهارت میکرد، اون دفتر رو کلن تخریب کرده بودن که تو پایگاه باگرام، به قولن تو پایگاه باگرام اسمش که پایگاه باگرام هست اونجا بود دفترش، اونا رو تخریب کرده بودن. بعد الان همین طالبان سگش بهتره
از اینه که یک بیگانه بیاد سر ملت افغانستان بخواد قدرت بکنه و سرش حکومت بکنه. و الان دوستان عزیز، شما خداوند متعال، جوانان، خواهران و برادران دوست داشتنی، خدا به راه راستون هدایتتون کنه. متاسفانه که هر روز خیلی از جوانان عزیز میبینم که این روزا ترامپ میگن. توصیه‌ام برای ملت عزیز ایران این هست که گول این چیزا رو، این حرفا رو نخورید. به خدا قسم، به پیغمبر، گول این چیزا رو نخورید. آمریکا و اسرائیل تو هر کشوری که رفتن، اون کشور رو به خاک یکسان کرد و اون کشور رو 200 سال عقب برد. حرف من این است که شما یک کشوری به ما نشون بدین که آمریکا یا اسرائیل توش رفته و اون کشور پیشرفت کرده و الان وضعشون بهتره. کدوم یکی از این کشورها؟ افغانستان یا عراق یا سوریه هست یا لیبیه یا بعضی از کشورهای دیگه‌ای که آمریکا توش رفته تو عراق، رفته گفته صدام حسین دیکتاتوره و سر ملتشو ظلم میکنه و میکشه، پلان میکنه. اومد او رو برکنار کرد، اعدامش کرد، کشتنش. الان راحت اومده داره از عراق نفت میکشه، از همه جور ازش سوء استفاده میکنه و اونجا پایگاه رو ساخته. به مردم توصیه میکنه که ما داریم از این کشور حمایت میکنیم و نمیذاریم کشور دیگه بیاد مثلا بهش حمله ای بکنه، در صورت که ما مردم خودمون میدونیم که چی به چیه و شما اونجا دارین چی کار میکنین. همین آمریکا و اسرائیل بالاخره دستشون توی یک کاسه هست. به خدا قسم که دستشون توی یک کاسه هست و هیچی به شما اضافه نمیکنه مگر اینکه بیاد خدایی نکرده بیاد هر بلایی سر این ملت بیاره دیگه، ادامه کشتار رو بده، ادامه دزدی و ادامه هر نوع جنایت رو بده. خلاصه آمریکا و اسرائیل هیچ وقت نمیخواد و دوست نداره که یک کشور توی کشورهای اسلامی پیشرفت بکنه و قدرت داشته باشه و قدرت و نظام دست خودشون باشه. اینا فقط به قول معروف برای خودشون نوکر میخواد که الان توی کشورهای اسلامی، کشور جمهوری اسلامی تنها ترین کشوری هست که در مقابل غرب و اسرائیل وایساده و ایستادگی کرده و من مطمئنم که به امید خدا زورشون نمیرسه و اینایی که اون بر دنیا نشستن و به شما دارن توصیه میکنن که بریزین تو خیابون، بزنید، بکشید، ما میاییم ازتون حمایت میکنیم. تو رو خدا دوستان، گول این حرفا رو نخورید. این آدما به شما هیچی اضافه نمیکنه مگر این که شما خودتون زجر ببینید، کشته بشین، زندان برید دیگه. از این ماجرا خلاصه آمریکا دشمن ایران نیست، بلکه آمریکا دشمن تمام کشورهای اسلامی هست و نمیخواد کشور اسلامی، هر کشور اسلامی که باشه، قدرت داشته باشه. امیدوار هستم که حال دلتون خوب باشه و وقتتون گرفتم. امید دارم که این مشکلاتی که به وجود اومده همشون درست بشه و همشون الفصل بشه و شادی و خوشی به دل، به آغوش ایران برگرده. به امید خدا.